ارادتمندم، وقتتون بخیر. سیاوش آریا هستم، مشاور املاک در کشور ترکیه. به نظر شما الان خرید ملک در ترکیه میتونه فرصت باشه یا نه؟ خرید در ترکیه میتونه یک اشتباه باشه؟ این سوالی هست که خیلی از دوستان در حال حاضر از من میپرسن. در جواب به این سوال پاسخ من اینه که شرایط خرید برای همه یکسان نمیتونه باشه. اون دسته از عزیزانی که قصد خرید دارن به صورت کوتاه مدت و میخوان یک ارزش افزوده خوبی شامل حالشون باشه، در حال حاضر نه. پاسخ من منفی است. من میگم خرید انجام ندید. اما اون دسته از عزیزانی که قصد خرید دارن برای سرمایه‌گذاری بلند مدت یا برای زندگی خودشون در ترکیه یا حتی بحث درآمد و اجاره دادن و یه پولی دریافت بکنن برای گذران زندگی، من میگم بله، یکی از بهترین زمان‌ها هستش. چون با توجه به تورمی که در این 2-3 سال اخیر ما در ترکیه داشتیم، قیمت ملک خیلی عقب‌تر هست از تورم خود ترکیه، حتی از افزایش نرخ خود دلار. به جرات میتونم بگم بین 20 تا 30%، حتی تا 40% بستگی به مناطق داره. قیمت ملک هنوز عقب‌تره. ما شاید تورم خواهیم دید در ملک، ولی فعلا با توجه به شرایطی که دولت ترکیه اعمال کرده برای کنترل و تورم، مهار تورم فعلا نه. شما اگر قصدتون خرید بلند مدت هست، الان یکی از بهترین زمان‌ها هستش. توی فرمول کلی داریم که در خیلی از نقاط جهان بین 16 تا 20 سال اعلام میکنن شما اگر ملکی را قصد خرید دارید، اجاره بهاشو تعداد به حساب مبلغ اجاره‌ای که میگیرید ضرب در سالش بکنید، ضرب در مثلا 20 سال بکنید. اگر اون مبلغ کل قیمت خرید کلی شما رو، اون اجاره بها قیمت خرید کلی شما در طی 20 سال پر کرد، اون ملک ارزنده است. شما دارید به فین خرید. در حال حاضر توی ترکیه این تعداد سال به 12 تا 13 سال است. پس خب میشه گفت یکی از بهترین زمان‌ها برای خرید بلند مدت هست و حتی برای دریافت اجاره. یعنی شما با توجه به طور مثال اگر یه ملکی رو با حدود 6 میلیون لیره یه واحدی در سیته ها در شهرک‌هایی که سقف داره، سونار داره، جکوزی داره خریداری بکنید، حدود 40,000 لیر، یعنی با 6 میلیون، حدود 6 میلیون ما به تومان بخوایم تبدیل کنیم، حدود 20 میلیارد تومان ما میشه. 20-21 میلیارد تومان ما میشه. 40,000 لیر ماهیانه اجارهش هست و اون 40,000 تا حدوداً به تومان ما بین ارزم بزرگ واسه شما که 160 الی 150 میلیون تومان ما میشه. خب پس ضرب و تفریق ساده ما انجام بدیم، خیلی کاملا راحت برای شما مشخص میشه که این سرمایه‌گذاری خیلی خوبی هستش. اما زمان خرید و کیفیت ساخت محله رو ما باید بررسی کنیم. یعنی شما باید حتما قبل از خرید با مشاوران متخصص، زبده و سابقه دار بتونید با اونها و مورد اعتمادتون باشن وارد معامله بشید. بنده سیاوش آریا، مشاور املاک با سابقه 10 سال در کشور ترکیه، با تیمم در خدمت شما عزیزان و سروران هستم. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری داشته باشید. شاد و پیروز باشید.